بگویید که برای نمی تیار کردنی خورش برای ما چی لازمه؟ برای تیار کردن این خورش از بویمجون از چنین محصولات استفاده میبریم. بویمجون، پامیدور، کابوتی، تخم، مایونز، نمک و چنین چوبچه‌های مخصوص لازم است. از چی سر میکنیم زبان؟ البته از بویمجون باید که حجما یک خیلی باشد. پشتش رو میگیریم؟ نه، پشتش رو نمیگیریم. اون رو یک خیلی میبریم. ریزه میکنیم. ریزه میکنیم. نمیخواد باید دراز ریزه کردن. چنین. در اینجا باید که ما تخم شکنیم. بله. ما تخم رو نمک میزنیم. تلخیش رو نمی تخم میگیرد می؟ در این حالت در آبی شور تر نمیکنیم. یعنی شما گفتنی هستید که وقتی که ما اگر منامی خیلی بریم و با تخم اون رو جیلونیم با تخم جیلونیم، یعنی انا همون تلخیش رو تخم و نمک میگیرن. هم خیلی درست. اکنون این تخم رو بویمجون ریزه کرده رو در روغن داغ شدگی بیرون میکنیم. خیلی خوب. ما پیشکی روغن رو گرم کردیم، داغ کردیم. اکنون بویمجون رو بیرون میکنیم. بله. اول بویمجون رو میگیریم در تخم میجولونیم. باید دو طرفه تخم باشه ده؟ دو طرفه. یکی بسیار نمیکنیم، کمتر. کدام وقتی نه شما تیار میکنید؟ من تیار میکنم خونه با این خورش رو وقتی که ما همه کسا جمع میشویم خونه با بگونی بگوی روزیو که روزای تولد با یکی اون کس میمونی بیاد اگر برای آرا دادن یا نمی دست در خونه؟ وقت رو کم میگیرد و فکر میکنم این محصولات کم خرج است. البته بویمجون رو بسیار زیر موندن در کار نیست که کم زرچکی شد میگردونیم در علوی پاست علوی بلند رو نمیکنیم. بسیار بیرون کردن ممکن نیست. نه بسیار بیرون کردن در کار نیست. پامیدور رو میبریم اون رو دو تقسیم میکنیم. چهارش رو میبریم. یعنی خیلی ریزه میکنیم. ریزه میکنیم. باریک ریزه میکنیم. باریک ریزه کردن لازم است؟ البته. برای اینکه اون رو با مباین بویمجون میپیچونیم. پیچوندن لازم. برای همین اون رو باریک میبریم. پیچوندنش آسان میشه بده؟ البته. اون خیلی باریک ریزه میکنیم. ریزه میکنیم. تیار است. یعنی یک دونه؟ حاضرش به هم یک دونه. ما به اهل اویل نگاه کردن تیار کردن در خور است؟ البته. من اگر فرض کردیم که در اویل 4-5 کس باشد چند دونه بویمجون گرفتن لازمه؟ 4-5 کس باشد اگر 3-4 دونه بویمجون کفایه است. کفایه است. خیلی خوب. برای اینکه دسترخوان با بغیر از این خورش دیگر تعمای دیگر باید باشد. خیلی خوب. اکنون بویمجون رو همین طور میگذاریم. مایونز میگیریم. بسیار نمیکنیم مایونز رو برای اینکه نمکش بلند نشود. ما انا میخیره هموار همه طرفه انا میخیر برایش میگذاریم. کم پامیدور رو میگیریم. برای همین ما قدر تونو کردیم که اون رو پیچوندن آسان شود. میخیر میگذاریم. اون کابوتی. این کابوتی گشنیچ یا پیوز؟ هم گشنیچ هم پیوز همش رو مایده کردم. ریزه کرده؟ ریزه کردم. اون رو هم کمترک برای پامیدور. برای پامیدور. برای آرایش دادنش. برای مزه هم. طعمش خوب میشود. اکنون پیچوندنش. بله. من با همین طرز میپیچونیم. کمتر زیر میکنید که بله.
шуда нашавад. Ҳам бойри ҳамин чӯбчаҳо. бале. Ан ҳамин тавр печёндан мешавад. Ан ҳамин намудро мегирад? Бори дигар таъкид кардани ҳастам ки онро зер карда печёнданро кунад. Хеле хуб.